چیزهای نغمه آرد بی جانم می آید دل و جانم می آید روم کرپچه آرم بالشت قه گذارم چای گرم بیارم نانک نرم بیارم بی بی جان شینانم خفه شدن نمانم بی بی جانی خوشگل بی بی قیصه گویم. گمان میکنیم این مصرع‌های شعری با کل ساکنان کشور از کودکان خردسال تا نفران روزگار دیده شناس و پسندند. و البته مؤلف این شعر دیرپسند یعنی بیبی جان میآید را نیز همگان خوب میدانند. شاعر خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی گلچهره سلیمانی، اون نفر است که عمر گرانمایه خود را به ادبیات بخشید و به دل هزاران کودکان و نورسان و والدان آنها محبوب گرفت. امروز نیز این و دیگر شعرهایش فردی زبانهایند و خود عزیزی هر خواندان است. گلچهره سلیمانی این کس یکی از آن شاعره های هستند که هنوز در وقت مکتب خوانی همه شعرهای اون کس رو میخوانند میدونند. من هم در مکتب میانه صنف 6 میخوندم. بار کتاب دارم و زلفیه خاله یک کتاب از رفت گرفتند و گفتن همین کتاب نو است. من خوندم معقول شد. میدونی نکی نوشته است اون کسی که در کتابتون پیرو سلیمانی هست، دختری انا همین کس این کتاب رو نوشتن و راستی همون کتاب رو من گرفتم و خیلی البته خردسال بودیم و یک خونده اونجا یک شعرشون بسیار با من معقول شد چون که اون بسیار به دل من نزدیک بود. ما هم دخترکا با بچه های کوچه همسایه بادبرک بازی میکردیم و این شعر بادبرک نام داشت. بادبرک میپرد هوشی مرا میبرد هوشی مرا میبرد بادبرک میپرد و وقتی که این شعر رو تا به آخر خواندم این گویا همون منظره های دهه ما بود، گویا همون منار، همون بام، همون حولی همون کوچه هایی که بادبرک میپرید و میرفت و همون تصویر بود و من این شعر رو همون وقت از یاد کرده بودم. همه خوب آگاهند که گلچهره فرزند یکی از ادیبان معروف پیرو سلیمانی بود و در شهر بخارا چشم به عالم هستی گشوده است. در این مکان به وای رسیده تعلیم گرفته است و البته محیط خانواده و تکمیل مهارت گلچهره کنجکاو تاثیر گذاشته است. برای تربیت آدم همه چیز تعلیم می‌کنه. پیش از آن محیط خانوادگی و محیط خوب. اون وقتی کودکی گلچهره سلیمانی واقعا و شاهد نبودن، محیط خانوادگی، محیط مکتب و محیط بیرونتر، کوچه، نمیدونم محل، با آنهایی که کس وا میخورد صحبت میکند. از بس که خودی گلچهره سلیمانی میگویند در خاطره هاشون، از بس که پیرو سلیمانی که شاعرای مشهور و خانه این کس خوب شاعرها و نویسنده ها اهل ادب اهل فرهنگ میان بدن و خواهی نخواه همچون یک عضوی کوچکی خانواده گلچهره سلیمانی استفاده میکند و این بی تاثیر برای تربیت روحی و اخلاقی آدم بی تاثیر نمیماند. بیشک این چنین است، زیرا وقتی که کتاب های اون کس رو میخوانید خصوصا در یک کتابشون نمین نهال هست، در این کتابشون اون کس بیشتر درباره خوب خاطره هایی که وابسته به پدرشان است قصه میکنن. اینجا چگونه پدر آنها را دوست داری میکرد، چگونه همون شیر مرغک را بار اول برای فرزندای خودشان، اینا 2 نفر بودن لاله و گلچهره، چگونه این به آنها بخشیده بودن و افسانه ها میخواندن شبانه و همین شیر مرغک را آنها همراه پدر یک صحنه‌چه کرده بودن و هر باره که این شعر را میخواندن مرغک گفت کو کو کو، گربه گفت کنی تو، مرغک پرواز کرد، گربه دهن باز کرد. اینا گفتم و آغوش پدرم رو رفته خودمو میزدیم
گلچهره سلیمانی همه خیلی نقل میکنن در قصه هایشان. اصلا برای ادیب بعضا محیط خانوادگی تاثیر میرساند بعضا نه، لیکن گمان میکنم که محیط خانوادگی یعنی محیط شاعری که در خاندان پیرو سلیمانی بود بعد از مرگ نابهنگام خود شاعر برهم خورد. گلچهره سلیمانی به دوشنبه آمدن و به مکتب سر کار گرفتن. همین چیز در خون چی معلمه بود و از این سبب بعد چی استعداد آشکار شد و شاعری خوب بچه ها شدن. میگویند که گلچهره سلیمانی از شهر بخارا با دعوت سرآمدان ادبیات معاصر میرزا ترسونزاده و ابوالقاسم لاهوتی به دوشنبه آمد و من بعد رشته عمرش را با دوشنبه پیوست. ضمن از نظرگذرانی رسم‌ها و دیگر مواد به یادگار مانده این ادیب معروف که توسط فرزندش سلیمان شریفی به دست ما رسید، چشم و برقه افتید که از نام شاعر خلقی تاجیکستان مرسید میرشکر جهت دعوت گلچهره سلیمانی به شهر دوشنبه روانه شده است. یعنی از آبان جوانیش ادیبان شناخته با مهارت و استعداد او علاقه توجه داشتند. اون سالها ادبیات تاجیک با ادیبان نوقلم و تازه قلم بسیار نیاز داشت و در هر کجا یک نفر یک شعر و حکایه ایجاد میکرد و چاپ میشد، حتما از استاد عینی تا اولوقزاده ترسونزاده توجه میکردن و همون زمان دعوت میکردن. اگر میدیدن که چند بیتی دارد به قبل استاد لایق، من از یک بیت خام اما به معنی ببینم ابتدای داستان ها. معلم گلچهره سلیمانی هم همین خیلی دعوت شدن. برقیه فرستانده بودن به اون کس و اون کس قبول کرده آمدن. حیات من بعده گلچهره سلیمانی از سال 1948 به دوشنبه وابسته است. رشته عمرش را با ادیب شناخته اکوبر شریفی پیوست. از اول به کار آموزگاری و سپس در نشریه‌ها فعالیت نمود. میگویند که گلچهره سلیمانی در ابتدای فعالیت ایجادی به نوشتن شعرها برای کلانسالان پرداخت. ولی پس از نوشتن چند شعرش برای کودکان خردسال برایش مصلحت دادند که من بعد برای نسل نو ایجاد کند و حتما در این جهت موفق می شود. این بود که در یک مدت معین همچون شاعری بچه ها نام برآورد و سبک و اسلوب خاصی خود را پیدا کرد. گلچهره سلیمانی بعد از عبدالسلام دهاتی شعر کودکان را به سطح بلند برداشتن. ما میدونیم که عبدالسلام دهاتی کلاسیکی ادبیات کودکان هستند. شعرهای اون کس کلاسیکی ادبیات بچه ها، کلاسیکی شعر بچه هاست. خب بعد از دهاتی هم استاد فرهاد، بابا حاجی، استاد عبید رجب، نریمان بخارزاده، یک سلسله شاعرانی بودند که در رشد شعر بچه ها خدمت‌های شایسته کردند. اما سبک و بیان گلچهره سلیمانی به طرز خاصه است و خیلی درست است که هر یک شاعر، هر یک نویسنده سبک خودش دارد، اما گلچهره سلیمانی سبکی دارند که بسیار طبیعی، صمیمی، گویا که آسان گفته شده است. حالا که سهلی ممتنه آسان می نماید، لیکن خیر نه هر کس این گونه شعر گفته می تواند. اگر راستش را گویم، نه هر شاعری بچه ها شعری خوب، شعری عالی دارد. شعرهای خوب خیلی زیاد هستند، شعری که واقعا ورد زبان بچه هاست خیلی کم. مثل من کلام می شوم، مثل آب برای چیک مستی من. با گمانم خطا نمی کنم اگر گویم که دهاتی
دیهاتی همین با دوسه چیستانو و دوسه شعر بچگانشون زیادتر محبوبیت دارن میان مردم از اون که برای کلانسالا ایجاد کردن. و شاعرای خوبی ما عبید رجب، میرزید میرشکر، خودی اکابر شریفی شوهرشون، جور هاشمی، یوسف جان احمدزاده، لطافت کنجی و اینا شعرهای خوبی خیلی زیاد گفتن. در هر کدامشون یک دو سه شعر هست که با دل زبان بچه ها با گوش و هوش بچه ها بسیار نزدیک، یعنی واقعا بچه خورک، بچه گونه. همین گونه شعرها در ایجادات گلچهره سلیمانی خیلی زیاد است. یک آهنگ دارد، گویا واقعا در سری جوش الهام ایجاد شدن، گفته شدن. مثلا گلی انار نغمه تار بوی بهار خواهرکم. گلی انار نغمه تار بوی بهار خواهرکم. اله شب خنده لب خانه گپ خواهرکم. دست و به دست بره مست جوی به شست خواهرکم. نوپر و بال دانه خال کانی سوال خواهرکم. الله شب خنده لب خانه گپ خواهرکم. حلقه با مو لاله برو قنچه بابو خواهرکم. مرغ سحر شیر شکر رنگی پسر خواهرکم. گلچهره سلیمانی این کس شاعری هستند که تنها برای کودکان، تنها برای خردسالان همه ایجاد خود را بخشیدند. یعنی در شعرهای گلچهره سلیمانی دنیای رنگین کودکان، آن زیبایی، آن تجلی آرزوهای کودکانه که اینجا هست همه در شعرهای اون کس تصویر یافتن و شعرهای گلچهره سلیمانی رو ما کلاسیک ادبیات کودک، اگر اون کس رو همچون کلاسیک ادبیات کودک گوییم، ارزش دارد، می ارزند. چون که شعرهای نوشته اون کس به یک خواندن، به یک خوب قرائت کردن زود در یاد میماند، در خاطر کودک میشیند و آن را از یاد کردن خیلی آسان است. ببینید مثلا از اون شعر مشهورشان که به جانم می آید، دل و جانم می آید، به زور می آید، از راه دور می آید. روم کرپاچه آرم بالش چیقوه گذارم. چای گرم بیارم نانک نرم بیارم. بی جان شنانم خفه شدن نمانم. بی جانی خشرم بی قیصه گویم. آنچنان روان که خود کس به واسطه بیم آید ما خرسند، کیسه هایش پر قند. یعنی اونقدر همون تصویر شادی کودک هست در اینجا که از آمدن بیبیش خرسند میشد. بسیار هم شعرهای ساده هست، روان است، دلچسب است. یکی از موفقیت‌های استاد در همین است که یعنی در همون شعرها یک سادگی، یک همون کلمه هایی که به خواننده ما خردسالا تا حتی در همونجا تلفظ زبان وی یک مرکبیت نمیدهد. بعضا همصداهای هست که در همون شعر مثال بعضا همون کلمه های هست که وی تلفظ کرده نمیتوانند. در معلمه قریب که همه در همه شعرهاشون، در شعر خانه بابا من باشد، خواهرکم، من بی جانم می آید، یا سی چراغ، قریب که نرگس و کتابی ویشون به روانی، یعنی یک مضمون شعر، روانی شعر، صنعت شعری در شعرهای استاد گلچهره سلیمانی خیلی یک موقع خاصی خود دارد. این شب شبی زمستان برون تاریک و طوفان. این شب شمال تجنگ است کارش غرغر و جنگ است. با همه درختان شده دست و گریبان. همه رو میلرزاند
همه را میترساند. هر کسی شعر گلچهره سلیمانی را میخواند یا میشنود حتما درک میکند که شعر او جاذبیت خاصی خود را دارد. هر یک شعرش پس از اولین بار مطالعه کردن در خاطرها نقش میبندد. نه تنها به کودکان بلکه به کلانسالان نیز چی بودن شعر بچه ها رو نشان دادن. کلانسالان هم به ادبیات کودکان، به شعر کودکان توجه ظاهر کردند و به رغم بعضی آدمان، به رغم بعضی شکاک‌ها که گویا ادبیات بچه ها ضرور نیست ادبیات بگذار شعرهای کلانسالان را خوانند و اجرا کنند و بعد 40 سال صرفا میروند میگفتند، یک ضربه زدن، یک دهان این مردم را بستند و نشان دادند که شعر بچه ها عموما باید برای بچه ها ادبیات مخصوص باشد و با شعرهای روان و زیبای و شیوای و دلرس خودشان اثبات کردند که خب ناگزیر است، برای بچه ها ادبیات مخصوص ناگزیر است و با شعر خودشان اثبات کردند. یک شعر اون کس درباره سی چراغ یک دهه است در راه نورآباد که اونجا ما همراه رفته بودیم و وقتی که از همونجا میگذشتیم اون کس گفتن الان سی چراغ که من نوشتم در حقیقت از بلندی میبینید همون وقت بیگاه بود سی چراغ فروزان میشود، یعنی سی خانه دارد. اونجا میگن سی چراغ سی در باشد، خوب سی چارباغ ببر باشد، سی ایوانی بر هوا، سی منظری دلکشا. سی چراغ سی در باشد، سی چارباغ ببر باشد، سی ایوانی بر هوا، سی منظری دلکشا، سی عاقل و سی کهدان، سی شراره خندان، سی تنور کلچه دارد، سی حولی بچه دارد، سی چراغ سری ره، چی خوشدهی پرفره. این شعر بسیار دراز است و باز شعری دارن گلپری که خیلی شعر خوب است و حولی بابام، اون خاله زردوس، لاله های دست من، اونقدر شعرهای زیبا هستن که مثلا اون لاله های دست من ما سال 1998 به چاپ رسانیده بودیم و این 10 شعر بهترین اون کس رو در بر گرفته بود که وقتی که ما در واخوری ها، در فستیوال های کتاب موسیقی به ناحیه و مکتب ها می رویم، همه این شعر رو از یاد می دانند چون که به دخترک ها خیلی نزدیک است لاله های دست من، یعنی همه وقتی که هینا می بندن لاله های دست می شود. رخصار در یک واخوری گفتند که من بار در یک جا همین شعرها رو خوندم، شعرهای گلچهره سلیمانی را و آنجا چند آموزگار و ادبیات شناس و شاعر و نویسنده بچه ها حضور داشتم از ایران و همانا دو شعر گلچهره سلیمانی را نوشته از زبان من گرفتند و امروز ایرانی ها برای خواننده های خردسالشان در مکتب هایشان در برنامه تعلیمیشان داخل کردند. اون نفرانی که گلچهره سلیمانی را دیدند با او هم صحبت شدند و از این ادیب صاحب ذوق مصلحت ها گرفتند، دائم از او به نیکی یاد میکنند. همیشه از آرام طبیعتی، فروتنی، خوشمعاملگی و دستگیری هایش نقل میکنند. اولین شناسایی ما وقتی که من هنوز در کرسی یکم میخوندم در شعبه ژورنالیستیک دانشگاه ملی و مرا به کار به ردکسی مجله مشعل دعوت کرده بودن. آن وقت موجود حکیم و سردبیر بودن. خب جانشینشان اکبر قادری، ما در یک اتاق می نشستیم و بور یک در گشوده شد. یک زنی بسیار بالا بلند، یک زنی با مویهای کوتاه و یک دامن و کاستوم خیلی همون زمانی خیلی شنام. همون زمان که وارد شدم من درها شناختم، زیرا که صورتهای این کس رو در خوب کتابهایشان دیده بودم و پس اون کس موجوده پرا پرسیدم، موجوده
حکیم و سردبیر بودن. اکبر قادری جواب دادن که اون کس نیستن، خب دیرتر من می بیایم گفته، زود برآمدن. و همین شناسایی اول که من چهره گرم اون کس دیدم و تا هنوزم در پیش نظرم سیمای گرمشون که من هنوز نمیدونستم که تقدیر ما را باز به چند کوچه های دیگر میبرد و به چند جاده های دیگر ما شناسایی پیدا میکنیم و مثل یک مادر به من عزیز میشن، مثل استاد من اون کس را دوست میدارم. سالهای دانشجویی هم در دانشگاه ملی تاجیکستان همکاری به مجله مشعل میکردم و پیانر تاجیکستان که در یک بنا جایگیر شده بودند و در مجله مشعل کاتب مسئول اکابر شریفی شوهر گلچهره سلیمانی بودند و اون سالها معلمه بیشتر رفت و آمد داشتند و اعضای هیئت تحریریه مجله مشعل بودند. یکی مجله های بانفوذ جمهوری بود که و یک تعداد خیلی زیاد چاپ میشد هر ماه و شعبه مکتوب ها در بست کارشان نبود، لیکن به من این واگذار کردند و در آخر من را به کار گرفتند و من وظیفه محرری تکنیکی مصحح و شعبه مکتوب ها نبود، مکتوب ها کتی سر و کار میکردم. بیشتری مکتوب هایی که از خوانندگان از تمام گرد اطراف مناطق جمهوری وارد میشد و بعضی شعرها را مکتوب ها را معلمه می اومدن، ما با معلمه نشان میدادیم و مسئولیت های بسیار هم خوب میدادند و که سرمحرر شادروان موجوده که ما بودند بیشتر خودشان میگفتند که من از معلمه میبیاند. من در تماس بودم با بعضی مکتوب ها را با اون کس نشان دهید و واخوری اولین ما در همین مجله مشعل برگزار گردید. یک مرتبه در شهر ریگر با بچه ها واخوری کردیم، گلچهره سلیمانی و استاد عبید رجب هم اونجا حضور داشتند و همه برنده انده خطا کرد که نوبت شعر گفتن رو به استاد عبید رجب داد. استاد عبید رجب در پهلوی من نشسته بودند و ناروزی سر جنباندند، گفتند که به احترامی شد، لیکن چیزی نگفته به منبر برآمدند و یک شعر خواندند: گلی انار نغمه تار بوی بهار خواهرکم. از شاعرانی که برای کودکان نوشتند در تاجیکستان فقط و فقط عبید رجب بسیار با کودک خوشرو صحبت کرده میتوانستند. دیگرها صحبت میکنند لیکن به درجه عبید رجب کسی نرسیده است. کودک شناس، کودک دان، کودک دوستدار. و برآمده همین شعری گلچهره سلیمانی رو خوانده. گفتن که این شعری خواندن بچه ها قرصک زدن بعدی همین 4 مصرع. گفتم باز یک شعر میخوانم: بی بی جانم می آید و همین تالار برابر چه جور شد به آواز استاد عبید رجب. گفتن که دل و جانم می آید. آنگاه استاد عبید رجب اعلان کردن وقتی که بی بی جانتان می آید، وقتی که دل جانتان می آید، عبید رجب بابا جانتان باید کمتر صبر کند و مؤلف همین شعرها به بی بی جان من شما گلچهره سلیمانی سخن داده میشد. گفته گلچهره سلیمانی رو به منبر دعوت کرده و خودشان نشستند و بعد شعر خواندند. این نشان احترام شاعری مشهور بچه عبید رجب به گلچهره سلیمانی است. گو یک بار چرا تو زردی، یا که در عشق مرا همدردی. گل زیبای بهاری گل زرد، هیچ عیب تو نداری گل زرد. گلکی زرد گل تازه بهار، گلکی ساده گل بی آزار. به من آشفته و حیران منگر، نه آمد نه آید دیگر. از تو من گیله ندارم گل زرد، بی وفا بوده است
یارم گل زرد بی وفا بوده است. یارم گل زرد زرد شد روی بهارم گل زرد. میراث ادبی گلچهره سلیمانی آنقدر زیاد نباشد هم مقبول کلی کودکان تاجیکستان و بیرون از مرز کشور است. مجموعه های مختلفی او به چندین زبان ها ترجمه شده به طبع رسیدند. هرچند اشعار گلچهره سلیمانی امروز هم ورد زبان هاست، در باغچه و مکتب ها آنها را میخوانند، از یاد میکنند، ولی متخصصان برانند که جهت طبع و نشر آموزش میراث ایجادی گلچهره سلیمانی هنوز هم کاری نظر است به سامان نرسیده است. هنوز یگان کتابچه گلچهره سلیمانی با مضمون شعر برابر مضمون شعر آرایش داده چاپ کرده نشده است. عموما در تاجیکستان ما کتاب بچگانه امروز خیلی زیاد چاپ می شود. با کثرت نبودن رسام ما نمیتوانیم که کتاب های بسیار خوب چاپ کنیم. وقتی مراسم دفن گلچهره سلیمانی ابای رجب بسیار با سوزوگذار سخن کردند و گفتند که ما یک کتابی درست این انسانی بزرگ، شاعر بزرگ را چاپ کرده نتوانستیم و انشاءالله چاپ میکنیم و نشر میرسانیم. لیکن خودشان برای چند مدت درگذشتند و این آرزویشان عملی نشده ماند. لیکن وظیفه ما ناشران، شاگردان، ادبیات شناسان و آنهایی که به ادبیات و به خصوص به ادبیات کودکان سر و کار دارند، وظیفه ما و مسئولیت ماست که کتاب استاد بزرگ شعر بچه های تاجیک گلچهره سلیمانی را با صفت بلند، با تعداد زیاد به نشر رسانیم، تشویق و ترغیب کنیم، در کودکستان ها، در مکتب ها به بچه ها دسترس کنیم، چون که شعرهای گلچهره سلیمانی بیشتر حسیات انسانی، انسان دوستی را ترغیب میکنند. ایجادیات گلچهره سلیمانی هرچند کم است لیکن شیرین و بانمک است. هرچند کم است لیکن این ایجادیاتی است که سالهای سال در خوب ادبیات ما برای تربیت کودک و برای غذای مانوی آنها خدمت میکند و خدمت باسزا میکند، زیرا که شعرهای گلچهره سلیمانی به آهنگناکی، به سادگی، به روانی، خوب به فراگیری موضوعها خیلی شعرهای بلند هستند. مؤسسه دولتی کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام استاد میرسید میرشکر محفل ادبی، محفل یادبودی این شاعره شیرین سخن را با اشتراک شاعران، ادیبان و نفرانی که همراه معلمه کار فعالیت داشتند در سراسر جمهوری، در تمام مؤسسات تعلیم میانه عمومی تمام جمهوری فراگیر میشوند برگزار کردنیم. واقعا گلچهره سلیمانی از زمره ادیبان است که با میراث گرانبهای ادبیش در صفحه‌های تاریخ ادبیات تاجیک و در دل مردم دائما مسکن گرفت، ولی نسل‌های نورس امروز و بعدینه با اشعار دلپسند این ایجادکار خوش سلیقه به کمال میرسند. از هر مصرعش پند میگیرند و با شعرهای او زندگی را دوست خواهند داشت.